در تالار ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف مسابقه جمهوریوی اوید با گوشتنگری بخشیده به گرامیداشت خاطر مربی شایسته اتحاد شوروی مهراب اودینف برگزار شد. در مراسم گشوده شوی مسابقه نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسولوف، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون گوشتنگری کشور اشتراک و برآمد کرده از توجه و دستگیری‌های حکومت کشور نسبت رشد و عمومیت ورزش، مخصوصا نمودهای ملی ورزش یادآور شدند. قید کرده شد که سهم مهراب اودینف در رشد و عمومیت ورزش و آماده نمودن ورزشکاران در ناحیه جبار رسولوف زیاد است. واقعا مهراب اودینف برای همه ما استاد بهترین بودند که چندین شاگردهای بهترین را آماده کرده بودند که تا حاضر شاگردان مهراب اودینف در مسابقه‌های بین‌المللی پرچم تاجیکستان را بلند می‌بردارند و آن کس برای همه شاگردان بسیار یک انسانی نمونه بودند و ما باوری داریم که پهلوان‌های ولایت سوخت ناحیه جبار رسولوف در این مسابقه که شده است بسیار خوب اشتراک نموده مخلصان را شاد می‌گردانند. در این مسابقه جمهوریوی 81 نفر ورزشکار از همه منطقه‌های کشور اشتراک و برآمد نموده در وزن‌های از 55 تا بیش از 95 کیلوگرم ملکه مهارت خود را نشان دادند. مورد با ذکر است که نمود گوشتنگری با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2022 مقام بین المللی کسب نمود که این باعث افتخار تاجیکان دنیا است. مقام بین المللی گرفتن گوشتنگری امکانیت فراهم آورد که از روی این نمود در کشورهای مختلف دنیا مسابقه‌های بین المللی راه اندازی گردند و بهترین ورزشکاران جهان در این نمود ملی ما زورآزمایی نمایند. امسال در پایتخت کشور شهر دوشنبه با اشتراک ورزشکاران 31 دولت دنیا مسابقه بین المللی اوید با گوشتنگری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برگزار شد که در آن دسته منتخب تاجیکستان صاحب جای یکم گردید. برگزاری چنین مسابقه ها امکانیت فراهم می‌آورد که ملکه مهارت ورزشکاران کشور ما بالا رود و جهانیان با تاریخ و فرهنگ کشور ما آشنا گردند. شکرانه از سابق استقلالی تاجیکستان عزیز، شکرانه از پیشوای معظم و محبوب کشور امام علی رحمان که خیلی توجه زیاد نسبت ورزش دارند و در پرتو دستور و سپارش‌های این ابرمرد سیاسی دنیا جوانان ما امروز تصمیم گرفتند که با ورزش خیلی آماده باشند، ننگ آر زیادی ملی داشته باشند و در کجایی که نباشد، در کدام گوشه دنیا نباشد، پرچم تاجیکستان عزیز بلند بردارند. مسابقه جمهوریوی اوید با گوشتنگری در دهه زرافشان ناحیه جبار رسولوف که ساکنانش دوستداران ورزشند در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته، غالبان و جایزه‌داران معین و قدردانی کرده شدند. همچنین از جانب تشکیل کننده های مسابقه و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسولوف، سابقه‌داران ورزش و مهمانان نیز با تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند.